الگوهای دیپلماسی فرهنگی آمریکا در افغانستان. سلام به کوکچه پادکست، خوش آمدید. امیدوار هستم که حال و احوالتان خوب باشد. در این برنامه ما قصد داریم که الگوهای فرهنگی آمریکا در افغانستان را با شما شریک بسازیم که آمریکا در این سالهای زیادی در افغانستان به دنبال چه بود. اما قبل از پرداختن روی جزئیات بیشتر باید دیپلماسی فرهنگی را تعریف کرد که در یک تعریف ساده دیپلماسی فرهنگی یعنی روایت داستان یک تمدن برای صاحبان سایر تمدن‌ها با استفاده از ابزارهای نرم، یعنی کشوری می‌خواهد که داستان و فرهنگش را برای تمدن دیگری جهت قبول کردن داشته‌های خود اعمال بکند و معرفی بکند. همین گونه آمریکا در این سالهای زیاد در افغانستان به دنبال چیره شدن بود و از الگوهای مثل ترویج زبان انگلیسی، دگرگونی ارزش‌ها و سبک‌های زندگی، حمایت از رسانه‌ها، همکاری‌های علمی، دعوت نخبگان فرهنگی به آمریکا، فیلم و موسیقی آمریکایی، اسطوره‌سازی یا قهرمانسازی، گسترش فعالیت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی و ترویج صنعت مدلینگ استفاده کند. آمریکا از این الگوها برای قبولاندن فرهنگ خودش بر افغانستان استفاده کرد. اگر شما می‌خواهید یکی از این گزینه‌ها را بیشتر به معرفی بگیریم، پس لطفاً در کامنت از ما بخواهید. ممنون که تا این دم این برنامه را شنوا بودید. تا برنامه‌های دیگر، بدرود.